ذات الهی و تجلی اون در عرفا و فلاسفه. از ازل تا ابد انسان در نوری بوده که از آسمان میتابیده، نوری که عارفان اونو فیض الهی میگفتن و فیلسوفان اون را حقیقت مطلق فراتر از ماده و زمان. اما فیوزات الهی چیه؟ آیا فقط نوعی لطف خاص از طرف خداوند یا زنجیره‌ای از حقایق ناپیداست که غالب الهام، شهود یا عقل میرسه؟ اگر تا اینجا مطالب برات جذاب بود، لطفا ما رو لایک، سابسکرایب و زنگوله هم بزنید و حمایت بفرمایید. عارفان همچون ابن عربی جریان دائمی و بیپایان از حقیقت وجود، نوری که قلب‌های آماده میتابه، وقفه، بی‌منت، بی‌مرز. در نگاه ابن خداوند در هر لحظه در حال تجلی و هر چیزی که هست پرتویی از این تجلی. این دیدگاه باعث شد که عالم آینه که حق در اون مینگره و انسان آینه ایست از دیگران. اما فیلسوفان چطور؟ فارابی، ابن سینا با زبان عقل و برهان از فیض الهی بحث میکنن. اونا فیض الهی رو به عنوان واسطه‌ای میان واجب الوجود و ممکنات میدونن. یک زنجیری که از عقل اول شروع میشه و تا عالم طبیعت پایین میاد. اما حتی شاید در همین باشه، در اتصال ناپیدا میشگی میان ما و منبع هستی، نوری که هرچه بیشتر در اون فرو میروی کمتر تعریف کنی، اما بیشتر اون رو حس. فیض نه فقط دانشی دیده میشه، بلکه حضوریه که چشیده میشه و این جایی است که عقل سخن میگه. از دیدگاه سه حکیم مفسر و عارف عملی در سیر و سلوک فیض الهی رو برد. علامه طباطبایی حکیم مفسر بزرگ در میزان بین خالق و مخلوق تعریف میکنه و فیض الهی تجلی حق در مراتب وجود میدونه. حسن‌زاده آملی عارف، فیلسوف و ریاضی‌نگری بود که در عرفان ابن عربی هم در فلسفه مولانا صدرا و علوم خدا هیچ نیست و آنچه هست همه تجلیه. از نگاه او فیوزات الهی در تمام فیض الهی را به عنوان رابطه دائمی و ضروری جاریه. تنها انسان کامل میتونه این فیض دریافت کنه. آیت الله بهجت عارف غریبه تبحر داشت. ایشان میفرمودند عملی در سیر سلوک میفرمود فیض الهی هم، اما شرط دریافت آن پاکی دل و تقوای نفسه. جمله معروفی داری که میفرمود انسان یک لحظه از گناه خالصانه اجتناب، در همان لحظه فیض الهی بر او نازل میشه و برای دریافت فیض نه صرفاً علم و بحث‌های نظری، بلکه تهذیب نفس، خلوت با خدا، مراقبه و فلسفی، بلکه واقعیتی بود که با عبادت و مراقبه میتوان اون را چشید و از آن نیروی گرفت. پس از نگاه این سه بزرگوار، فیض الهی حقیقتی است جاری و زنده که دلهای آماده را لبریز میکنه و نه تنها آغاز آفرینش، بلکه استمرار هستی به اون وابسته است. و راز این فیوزات در همینه که اتصال ناپیدا اما همیشگی میان ما و منبع هستی وجود داره، نوری که هرچه بیشتر در آن فرو می رود کمتر می توانی
با واژه‌ها توصیفش کنی، اما بیشتر آن را حس می‌کنی. این فیض دانشی نیست که تنها فهمیده بشه. همانجا که عقل از